بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. صداتون مثل من قشنگ کنید اینجوری. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا. یه قصه خیلی همه دست به سینه. در زمانهای قدیم بچه‌ها یه مهمانی یه جای دعوت شدن، مردم یک شهری بودن. بعد مردم که نشسته بودن تو اون مهمانی دیدن، نه هنوز غذا نخوردن، دیدن یه مرد پولداری با لباسای خیلی خوشگل اینا وارد شد. اصلا به کسی هم سلام نکرد، همینجوری رفت اینجوری نشست. باید اول سلام کنه بره دست. کارش خیلی بد بود، باید بره دست بده. باید دست. به بزرگتراش سلام کنه، به کوچیکتراش در بزنه، اول اجازه بگیره میخواد بشینه. ولی این کارها رو انجام نداد. اون مرده رفت نشست. خیلی مغرور بود بچه‌ها، خیلی مغرور و بی‌ادب بود، چون نه سلام کرد نه به کسی نگاه کرد. سلام نکرد، اینا کسی چشم دیدنشو نداشت. مثلا میگفتن چه مرد بدیه، ما بهش میگفتن چه مرد بی‌ادبیه، ما کارش نداریم. بعد دیدن یه نفر اومده بچه‌ها، با اینکه پولدار بود ولی بی‌ادب بود. ولی دیدن مردم که باز نشسته بودن، هنوز مهمانی غذا نیاورده بودن، دیدن یه مردی اومد لباساش معمولی بود، خیلی پولدار نبود، معمولی بود. اومد با همه سلام کرد. سلام آقای فلانی، سلام خوبی، سلام. همه سلام کرد، دست داد. چقدر مهربون بود. آفرین، با ادبه. این مرد با ادبی بود.